شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 11 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. روف لحظه از گپ باز ماند تا نفس راست کند و ببیند که حکایتش به مارتین چه تأثیری میرساند. در چهره مارتین نسبت به قسمت میستر بتلر شوق و هوس زور عکس یافته، ولی ابروانش اندکی چین شده بودند. در حقیقت هم خیلی یک عذاب کشیده بوده است. گفت او هفته $4 با این پول عیش کردن کاری دشوار. انا من مثلا هفته برای خانه و خوراک $5 میدهم، لیکن به خدا که روزم نقص نه و یقین عذاب سگ را کشیده است. ممکن است خوراکش نیست و خودش برای خودش در کرسینک خوراک میپخته است. سخن او را بریده گفت روف ممکن است خوراکش مثل خوراکی دریانوردان کشتی های ماهیداری باید باشد. این باشد چون این معنا دارد که از این بدتر شدنش ممکن نه. لیکن میدونید حاضر وی به چی موفق شده است؟ یک بار فریاد کشید روف با روح بلندی. آخر وی اکنون کسور محتاجی و محرومیت های دوره جوانیش را تبدیل برآورده می تواند. مارتین نظری آزمایشکارانه به او افکند. میدونه اعتراض کرد او چشمم نمی رسد که میستر بتلرتون اکنون دور و دوران داشته باشد. تمام سالهای گذشته خوراکش چنان بد بود است که معده‌اش یقین به هیچ بلا کار نمی آید. روف به نگاه او تاب نآورده روی سوی دیگر گرداند. با شما گرو میبندم که وی قبضیت معده دارد. ها اقرار شد روف، لیکن احتمال گپش را ادامه داد مارتین. وی اکنون مثل بوم پیر بدقهر و بدچل و زیق و دلگیر باشد و با 30,000 پولش چراغ گرداند هم دلش روشن نمی شود. وقتی که در اطراف شادی و خرسندی می کنند یقین چشم دیدن نداشتگی است. همینطور یا نه؟ روف با علامتی تصدیق سر جنبان و شتابان شرط دادنی شد. این چیزها به وی لازم هم نه. وی طبیعتا آدمی دراندار جدی و از اول همین خیل بود. این خیل هم نشده بیند. ندا کرد مارتین. یک هفته به $3 یا $4 زندگی کردن. بچه جوان خودش پخت و پز میکند تا که پولش را صرفه کند. روزانه کار کند، شب خواند، از کار دیگر چیز را نداند، هرگز دلخوشی نکند، عیش و عشرت نکند. ممکن است درباره این چیزها تصورات هم نداشته باشد. عجب، این 30,000 پولش به وی خیلی دیر آمده رسیده است. تصورات مارتین برایش خودی همان لحظه با آمادگی تام حیات این جوان صرفه‌کار و آن پیراهی باریکی را که سرانجام وی را به درآمد سالانه 30,000 آورده رسانیده است با تمام تفصیلاتش تصویر ساخت. تمام فکر و اندیشه و رفتار و کردار چارلز بتلر گویا در اکران باشد در پیش نظرش جلوه‌گر گشتند. میدانید، اضافه کرد مارتین، به میستر بتلر شما رحمم می آید. آن وقت به حد جوان بود و به خبر بود که بهر همین 30,000 که آن دیگر به وی ذره خرسندی نمی بخشد خود از خود تمام عمرش را دزدیده است. گمان است که اکنون به این 30,000 آنچه را به دست دارد که آن وقت در عوض 10 سنتی صرفه کردهش خریده می توانست. خیر، فرض کردیم وقتی بچگیش آبی دندان یا چارمغز و یا چیپتا بگلیارکه تئاتر می خرید.
چنان ملاحظه رانه‌ها روف رو حیران می ساخت. این برایش نه تنها یک چیزی نو و تازه بود و نه تنها با عقیده‌اش موافقت نمی کرد، بلکه او در این خیره ذره های حقیقت را بدید که قادر بود جمله تصورات او را درباره عالم چپه و راسته کند و ماهیتاً دیگرگون سازد. اگر او 24 ساله نه و 14 ساله می بود شاید به تأثیر مارتین عقیده‌اش را تغییر می داد، ولی او 24 ساله و به ضمن این طبیعتاً کهن پرست بوده، به طرز حیات و افکاری محیطی که در آن تولد یافته است از حد زیاد عادت کرده بود. راست از محاکمه های به خود خاص مارتین روف بعضا هنگام صحبت خجالت می کشید، لیکن آن را از غلطی بودن مصاحبش و سرنوشت وی می دانست و می کوشید که زودتر از یاد برآورد و با وجود این هرچند که به فکر و عقیده مارتین راضی نبود، از آهنگی باوری بخش، درخش چشمان و افاده جدی چهره او دلش به هیجان آمده میلش زورتر می شد. به خیالش هم نمی آمد که این آدم دنیای دیگر، دنیای برای روف بیگانه، تیز فکرهای را بیان می دارد که برای او نهایت عمیق بوده، بیرون از حدود جهان بینی روف می برایند. دنیا برای روف با حدود همین جهان بینی پایان می یافت، ولی عقل و خرد محدود و فقط محدودیت عقل و خرد دیگران را معین می کند. به همین طریق او جهان بینی خود را نهایت وسیع داشته، هر یک اختلاف را که بینشان به میان می آمد دلیل محدودیت مارتین می دانست و علاوه به این در دل آرزو داشت که مارتین به عالم با چشمان امینی گریستگی شود و جهان بینیش تا حد و حدود جهان بینی او وسیع گردد. صبر کنید، من هنوز نقلم را تمام نکردم. گفت از روی گفتی پدرم میستر بتلر چنان با جوش و خروش و غیرت کار میکرده است که مثلش کم دیده میشود. وی عجب قابلیتی کاری داشته، هرگز به کار دیر نمی مانده است. برعکس اکثر وقت از وقت لازمی پیشتر می آمده است و با وجود همین نوعی کرده وقت را صرفه می کرده است. هر دقیقه وقتی خالیش را به آموزش می بخشیده است. وی دفترداری را آموخته است، در ماشینکه چاپ کردن را یاد گرفته، از استنوگرافی سبق می گرفته است و بر عوض سبق با معلم خود خبرنگاری سود که به عمل احتیاج داشته است دیکتانت می نویسانده است. به زودی وی از خطکشانی به کارگزاری گذشته، در این کسب ممتاز و بی همتا گشته است. پدرم وی را هر جانب قدر کرده دیده است که این آدم آینده کلان دارد. با مصلحت پدرم وی به مکتب عدلیه در آمده ادوکات شده، به اداره به صفت شریک خرد برگشته است. وی آدمی بزرگ است. چندین بار است که به اشغال کردن مرتبه و سنت شتات‌های متحده دست کشیده است و اگر میخواست که ها اعضای سود عالی میشد. چون این مثال به همین ما باید عبرت بخشد و دلیل آن است که آدمی ثباتکار و قوی اراده نسبت به محیط خود خیلی بلند رفتنش ممکن است. وی آدمی بزرگ بوده است، رضایت داد مارتین صمیمانه. با وجود این در این حکایت چیزی به تصورات او از حیات و زیبایی نمی چسبید. هرچند مینه آب کرد، ولی سبب آن همه محتاجی و محرومیت و عذاب و مشقتی را که میستر بتلر از سر گذرانیده است فهمیده نتوانست. اگر بتلر این همه را در راه محبت زن میکرد، در راه عشق و زیبایی میکرد، مارتین او را حق میبرآورد. جوانی که مبتلای عشق شده است نه برای سال $30,000 بلکه برای یک بوسه میتواند جانش را قربان کند. در پیشروی میستر بتلر ذلیلی پس فطرتی نهان بود. $30,000 این البته بد نیست، اما قبضیت و از ناز و نعمت زندگی بهره برده نتوانستن قدر 30,000 را دوپل میکند. مارتین بسیاری این ملاحظه هایش را بر روف گفت.
روف باشد مراتبه دیگر باوری حاصل کرد که او را حتما باید از نو تربیه نمود. بر روف تنگ نظری خاص بود و این تنگ نظری آدمان را به فکر وادار می سازد که گویا تنها نژاد آنها، دین آنها و مسلک سیاسی آنها خوب و درست بوده. جمله دیگر آدمانی که در سراسر عالم پهن و پریشانند نسبت به آنها در زینه خیلی پست می ایستند. این همان تنگ نظری بود که یهودی زمانهای قدیم را وادار می ساخت خدا را برای او را زن و مرد آفریدنش منت و سپاس کند و میسیونران را وادار می سازد که در سراسر کره ارض سیاحت کرده خدای خود را با زوری به گردن دیگران مانند. به همین تنگ نظری بود که با روف القا می کرد این آدمی در شرایطی تماما دیگری زندگی به وای رسیده را به دست گرفته از روی تمثال آدمان طبقه خود دیگرگون سازد. مارتین ایدن با بیقراری خاصی عاشقان از سفری بر شتابان به کالیفرنیا باز می آمد. 8 ماه قبل از اینو بودوشودی پولش را تمام کرده به خدمت کشتی که را شد که آن به جستجوی خزینه در یک محل جزیره های سالومون گور کرده شده می رفت. بعد جستجوهای دور و دراز و بی نتیجه اقدام نابرابر دانسته شد. در استرالیا با هیئت کشتی حساب و کتاب کردند و مارتین به خدمت کشتی که به سان فرانسیسکو رفتگار بود کرا شد. در بدل این 8 ماه او برای بیشتر در خشکی بودن نه تنها به اندازه کفایه پول کار کرد بلکه همچنین برای مشغولیت‌های خود وقت یافته خیلی پیش رفت. او بغایت خوش ذهن و خوش ادراک بود و علاوه بر این متانت فطری و محبت روف مددگارش بودند. او کتاب درسی گراماتیکی از روف گرفته‌اش را چندین مراتب مطالعه کرده سرانجام آن را مکمل از خود نمود. او اکنون نادرستی زبان دریانوردان را پی می برد و خطاهای تلفظ و جمله بندی آنها را خیالاً اصلاح می کرد. به دل شادی می کرد که قوه شنواییش نسبت به هر حرف حساس گردیده و در او فراستی مخصوص در علم گراماتیک انکشاف یافته است. هر یک غلطی زبان به گوشش مثل آهنگی ناجور نافارم می رسید اگرچند که خود از بی‌عادتی بعضاً عباره‌های نادرست به زبان می آورد. ظاهراً برای یک عمری از آنها خلاص خوردن فرصت لازم بود. بعدی ختمی گراماتیک او به لغت گذشت و به حکمی عادت درآورد که هر روز به ذخیره لغوی خود 20 کلمه اضافه کند. این وظیفه سهل نبود. او هنگام پاسبانی یا در سری سکان بودن کلمه های از بر شده را تکرار کنون می کوشید که آنها را درست تلفظ کند. همه مصلحت های روف را به خاطر داشت و به زودی پی برد که به زبان انگلیسی نسبت به خودی آفیتسران و آن جنتلمن هایی که در حجره ها نشستند و خراجات این همه ماجرا را به ذمه دارند صافتر و درستتر گپ میزدگی شده است و از این به حیرت آمد. کاپیتان مردی نروژی مورد چشم کلیات شکسپیر داشته است که یقین آن را یگان بار هم ورق نزده و مارتین در عوض آن که جامشوی او را عهده‌دار شد اجازت گرفت از این کتاب‌های گرانبها فایده بردارد. پاره‌های علاهیده علل خصوص آن پاره‌های فاجعه ها را که پیسندش می افتادن به هیچ مشقت از یاد می کرد و چند مدت چنان مبتلای شکسپیر گشت که تمام عالم در پیش نظرش در شکل و آبرسای تئاتری الیزابت به جلوه می آمد. فکرها باشند خود از خود با شعر سفید افاده می گشتند. این برای قوه سامعه‌اش یک مشق سود بخشی گردید.
او به قدری بزرگی زبان انگلیسی می رسیدگی شد، هرچند که بعد این به زبانش عباره‌های کهنه شده و نادر داخل گشتند. مارتین این 8 ماه را خیلی ناز گذراند. زبانش بای گردید، عقل و ذکاوتش رونق یافت، وکی و چی بودن خود را دانست. از یک طرف او با کمال فروتنی به نادانی خود تن میداد، از طرف دیگر در خود نیروهای بزرگ حس میکرد. او بین خود و رفیقانش تفاوتی کلان میدید و میفهمید که این تفاوت نه در کامیابی به دست آورده شده، بلکه در امکانیت‌های آن است. آنچه که او میکرد از دست آنها نیز می آمد، ولی از حس باطینیش القا میکرد که او به کارهای از این بزرگتر قادر است. او زیبایی عالم را به غایت حساسی درک میکرد. دلش میخواست که روف نیز همراهش از این زیبایی لذت یاب گردد. او به خود اندیشید که حشمت اقیانوسی آرام را به روف تصویر خواهد کرد. این اندیشه در نهادش به اختیار جنبشی ایجادی به وجود آورد. وی زیبایی عالم را نه تنها برای یک خودی روف تصویر خواهد کرد، به سرش ناگهان اندیشه مرغوب آمد. او کتاب خواهد نوشت. او از زمره آن آدمانی خواهد گشت که عالمیان با چشمان آنها میبینند، با گوششان میشنوند، با دلشان حس میکنند. او همه چیز، نظم و نثر، رمان و آچرک، به مثل شکسپیر پیسه ها خواهد نوشت. این مرتبه و درجه‌ای حقیقی است و این راه است به سوی دل روف. آخر نویسندگان بزرگان عالمند و کدام یک میستر بتلر که سال 30,000 درآمد دارد و اگر میخواست اعضای سودیالی شده میتوانست، به دستی آنها آب هم ریخته نمیتواند. این فکر به خیال آیم نایم او را تماما به تصرف خود درآورد و تمام راه بازگشت به سان فرانسیسکو را با خواب و خیال گذرانید. او چون نیروی خود را فهمید، چون حس کرد که به هر کار قادر است، مست گردیده بود. در پهناهای ناپیدار کنار اقیانوسی بزرگ هر چیز به خود شکل و نمود می گرفت. بار نخست بود که روف و دنیایی را که وی در آن زندگی داشت بر علا می دید. این دنیا با کدام یک جهتی خود برای او قابل لمس، یک چیزی معین گردید و او گویا قادر بود که آن را به دست بگیرد، به 4 طرف چرخ زنانده معاینه بکند. در این دنیا چیزی مغلق و نامفهوم، چیزی پرده پوش فراوان بود، ولی او به جزئیاتش نه، بلکه به کل آن می‌نگریست و در عین زمان طرزی تصرفی همین آن را می‌دید. کتاب نوشتن، این اندیشه او را گویا اندرون آتش می‌سوزاند. همین که به خشکی برگشت، به نوشتن شروع خواهد کرد. پیش از همه او در خصوص انسیکلوپدی جویندگان خزینه حکایه می نویسد. آن را به یگان مجله سان فرانسیسکو می فرستد، ولی بروف از این خصوص دهان نمی گشاید. بگذار وی نام او را در صحیفه مطبوعات دیده حیران شود. او می تواند در یک وقت هم به نوشتن پردازد، هم به آموختن. آخر یک شبانه روز 24 ساعت دارد. او مغلوب ناپذیر است، چرا که از دستش کار می آید و جمله استحکام ها در پیش او فرو می غلطند. دیگر حاجت نمی ماند که او دریانوردی عادی شده به سفری بحر براید. خیالاً او بناخواست کشتی شخصی خود را بدید. آخر نویسندگانی هستند که کشتی شخصی دارند. البته خود را تسکین می داد و موفقیت یک بار به دست نمی آید و اگر وقتای اول به نوشتجات خود به مقداری پول کار کند که برای دوام دادن آموزش ضرور است، چی خوش. بعد وقتی که مدت نهایت نامعینی می گذرد، او همه چیز را از بر کرده آماده می گردد. اثرهای بزرگ می نویسد، نامش ورد زبان عالمیان می شود. او سرانجام سزاوار روف می گردد.
شهرت چیزی خوب است، ولی او این آرزوها را در دل نه از برای شهرت بلکه از برای روف می پرورید. او از پی شهرت نبود، بلکه جوانی بود که مبتلای محبت گردیده است. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. поёни гуфтори 11. коргардон Даврон Соҳибзода шоду